گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 17. علم. از آن که از این پس دیگر مصلحتچی و پیشکار من تنها خود من هستم و چون یوسف گمگشته ای از کنعان مانده غیر از چشم، خانه و منزل و غیره از دل مسکین کلبه احزان نداشتم. با دل غم دیده و سری شوریده با خرامان که در تاریکی شب چراغ، در لحظه بهار چمن، در خاموشی مرغ خوشخوان، در نومیدی امید، در سیل فنا بنیاد هستی، در مقصد بعید قطب نمایم بود. تکیهگاه دیگری به نظرم نمی نمود. از انگیختن لشکر غم ره گریز می کافتم. در اصل نو گمان می کردم که بی پدر و مادر، بی خواهر و برادر، بی یار و آشنای مشفق و غمخوار، در روزگاری ناعیانی مثل شبهای تار، در مسیر خطرناک و راهی دراز و پرپیچ و تاب، شیب و فراز که پایان ندارد، حرکت می کنم. اکنون یک نصیحت های والدین، زحمت های هر روزینه پدر و مادرم در تربیه ما، سخنانی پر حکمت خوانده و شنیده، روزگار گذشته، علل خصوص مصلحت انسان های زندگی دیده که با امر تقدیر با آنها رو برو گشتم، با جزئیاتش به یادم می آمدند و پیش نظرم می گذشتند. بعضن ماجراهای اندیشوی من بود که بسیار از این پندهای زندگی را قبول نداشتم. اکنون احساس کردم که افکار من دیگر بودند و واقعیت روزگار دیگر. برای صرف نظر کردن این حکمتهای زندگی برایم بهانه امکان باقی نمانده است. هر کار را آدم باید خوب اندیشه می کرده است، وگرنه زندگی کم نگاه، پستی و ناهمواری های داشته است. مکر دنیایی که بسیار پیر اما بیرحم و تدبیر است، آدم را به نابودی می برده است. او را در چرخافلک عمر بازی می دارانده است. گمان می کردم همکنون یکتای آن من بودم. با همین اندیشه ساعتها راه می پیمودم. چند بار خرامان با ناز و کرشمه: اینقدر زود از من بیزار شدی که دیگر گپ نمیزنی، گفته به من ادعا و با مهربانی سری مرا سیله می کرد. تنی خود را به من جفس می نمود. واقعا محبت من به خرامان حد و اندازه نداشت. گرچند سبب اساسی سرسان و سرگردان شدنم عشق او بود، گرچند بخت سازگار مرا به او روبرو ساخت و امکان پیدا کردم که از باغ وصلش گلها بچینم، اما دایما گمانم آن بود که همه این خواب است و خیالی. دایما تشنه بودم، تشنه جمال و وصال او. تشنه بودم، گویا خواب می دیده باشم. هرچند از چشمه مصطفی عشق همه شب آب می نوشیدم، اما یک لحظه هم سیری از آن آب حیات را در خود احساس نمی کردم. خدا می گفتم که همین تشنگی یک عمر ادامه یابد و دست من از دامان و ساحل مراد آن نازنین رها نگردد. در این خیال بودم که خرامان کمی بلند شد و از بریگردن من بوسه ها کرد و مرا سخت در آغوش گرفت و گفت: بیا در یگان جای بیستیم، مثلی ها انا همان دره. حس کردم که سخت در هیجان است و برداشت من آن بود که همکنون خرامان هم مرا بیش از پیش دوست می دارد. به پشت دست بردم، او را از میان نازکش به سمت خود کشیدم تا توانستم از سر و روی از لبانش بوسیدم و به چشمانش نگاه کرده گفتم: لیلی و مجنون گرمی بود در دوران تو، این یک حیرانی من میگشت و آن حیرانی تو. آره، گفتن آن نازنین مرا باز هم به شور و شوق آورد، اما علاج ایستادن نبود. اگر توقف هم می کردیم معلوم بود که دیگر گذشت وقت برای ما نمی نمود. تکرار آن مهربانی کردم و او را به احتیاط به جایش بردم.
خرامان به ناز و کرشمه با دستان نازکش دو مشته به پشتم زد که ای جوان مرد، مرا از خود جدا کردی. بداهتا گفتم من که یک بار با وصل تو رسیدم همه عمر، کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا. خدا می گفتم به جای برسم، در مکانی باشیم همه بیگانه باشند، اما مکان هر دوی ما باشد. این فکر را به خرامان گفتم، او هم عجب بیتی را خواند. از آن تنهایی روز غریبی شد هوس ما را، که روز چند نشناسیم ما کس را و کس ما را. من برای حاضر جوابیش به او احسن خواندم و او با بر رویش به پشتم همچون اشاره سپاس کرد. نزدیک وقتی گاوگم که الکی خواطری مرا در این صحرای سیردال و درخت ناراحت کرده بود، یک پسر بچه نمودار گشت که با سر و پای برهنه 10-15 سرمال را از آن طرف راه به سمت بالا دوان دنبال می کرد. اما زورش نمی رسید. بز و گوسفندان دو نیم گشته هر کدامشان هر سوی که علف سبز بود می دویدند. مخصوصاً سیله بزها پسر بچه را جان سرک کرده بودند. ما را دیده علم بچه هک زیاد شد که به جایش نشسته هنگاه زنان به گریه در آمد. از او پرسیدم ای بچه خیز از جایت، چرا گریه میکنی؟ نمیتوانم. امشب مالها در این دشت گم میشوند، آنها را گرگ میخورد و صاحب مال مرا، گفته گریهش باز هم علم آور شد. رحمت کجاست؟ پرسیدم از او. ها انا پس همان تپه، پاسخ داد پسرک. آنجا کسی دیگری هست؟ پرسیدم باز. هست محمد سخی، یک سخی دیوانه هست، جواب داد او. برادرت؟ پرسیدم من. نه من برادر و پدر و مادر ندارم، صغیره هستم، دستیارم. چون دیدم که جان زنده پیدا شد، جان در تنه خودم هم دمید. از پسر بچه پرسان گشتم نامت چیست؟ علم، جواب داد آن بچه پایلوچ. برای چی علم؟ مرا زادن برابر مادرم مرده است، این نام را پدرم برای همین به من مانده است. ای اکه، مرا به گپ گرفتی، انا بین مالها گم شدند. گفت علم با علم. هیچ جا گم نشدند، از بالای اسب همشان را می بینم. تو پیشا پیش دو، من آنها را جمع کرده از پشتت حی می کنم. پسر بچه با آستین دریده چرکینش آب چشمان سر و رویش را پاک کرده اندک پیش رفت. خرامان، میانی مرا محکم تر دار، مالها را سرجم کرده پیش صاحبش میبریم. خدا داد جای شب گذرانی را پیدا کردیم. گفتم با امید. سخی. سمن گویا مقصد مرا فهمیده باشد، با یک خیز دنبال مالها را گرفت. بز و گوسفندها را یک جای کرده از پس علم حی کردیم. پیش سمن این جانوران چنان آرام و گپشنو شده بودند که ما و اسب و علم را هیچ ملال نمی آمد. این را نظاره کرده ذوق خرامان هم آمد و با بنده نوازی از عهده این کار خوب می برآمده ای کو؟ خلاصه‌اش را اعلان داشت او با ناز و کرشمه. چرا فقط از عهده این کار؟ با تعجب عاشقانه پرسیدم من. در همه کار سخت کوشش داری، اما آن نتیجه که امروز از عملت علم قناعتمندی می کند و حالا بین با خوشنودی بالا پریده می دود، در دیگر کارت هم نشان دهده. گفته قهقه خندید و با دست چپش از بر تنه من پوشید. خرامان جان، فهمیدم جانم. حالا ایست، نوبتش رسد، بعد تو هم آن را می بینی و قد می پری. گفتم من با او شوخی آمیز. کی آخر؟ پرسید خرامانی فتان با آواز گله مانند از من بی سر و سامان، در فکر فردا اندرمان و از آینده خیش حیران. همین شب و شبهای دیگر ای مونس جان و ای اسرار نهانی من. گفتم از ذوق و با مهربانی اظهار کردم.
اما یک خواهش دیگر: در بیرون و در جای ناشناس چنین خنده مستانه نزن که مرده را زنده، سلطان را گدا، دشمن را خندان و مرا سرگردان دوران خواهی کرد. خوب فهمیدم. اگر دانی که دستت نمی رسد، بچینی گل ز شاخ که صاحب درخت را رضامند کنی. فراموش مساز که به پای چنین گلبن گیاه می شوی. گفت با کرشمه خرامان: نه جانم، هرچی گویی آن می شوم، اما می خواهم هم به پای چنین سرو گیاه، هم یگانه گلچین باغ وصال تو باشم. و جواباً به ناز و عشوه خرامان گفتم: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و رویش ندیدم، مگر این شیوه پری آموخت. همچنان کم کم احساس می کردم که تا هنوز بین من و خرامان مناسبت زن و شوهری، مسئولیت متقابله تقدیر عائلوی پیدا نشده، او مرا البته همچون یاور مفتون محبت و هدف وصل شهوت قبول دارد. در آن دوران جوانی این احساس برای من گران نبود، چون که از درک لذت دیدار و شهد وصال خرامان سیری نداشتم. اما از تقدیر نابرار خویش دست می گزیدم و آه می کشیدم و از سختی بخت و سستی عهد زمانه علاج دیگر نداشتم. خیر می بینیم، گفت خرامان با عشوه و ناز و این بیت را قرائت کرد: کامجویان را زیناکامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. همزمان دو مصرع به یاد من هم آمد که آن را به محبوبه عزیزم خواندم: دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را، این کرامت نیست جز مجنون خرمنسوز را. از برای چی باشد که این طرز خنده، ناز و عشوه و معنی گفتار یک زمان مکالمه هایم را با مادر خرامان به یاد آورد. رشته خیال مرا آواز سگ‌های چوپانی کند. در یک لحظه به خود آمدم. سمند هم گوش‌های خود را سیخ کرده، شیوه رهگردیش را با ثبات گردانیده، گویا به جنگ آمادگی می دیده باشد. های بر پدر لعنت، علم، ای گوسپنده را گم کردی، اکو دوانده انها را دمسوز میکنی. اگر یک تش مرد تو میموری، اگر یک تش حرم شود تو حرم میشوی. گفته با چوب دست چوپانیش به پشت علم چنان زد که صغیره یتیم کلدو خورده روناکی درون جویبارچه لای آلود افتید. دیدم که یک ده مرده چار پهلوی حوزربست که به این صغیره بی کسی مثل بچه لوچک گنجیش که از لانه افتاده که دیگر مجال از جا خستن را ندارد میخواهد بار دیگر هجوم کند. من دیگر ندانستم در زمینم یا در آسمان، غریبم یا صاحب ملک، مثل عقابی که به شغال چنگ میزند تا آن را در چنگالش برداشته بر سر سنگ هوا دهد و از بلندی پاره پاره شدن طعمه خود را تماشا کند. از اسب برقوار خود را به بالای آن ظالم پرتافتم. چون آن نامرد را به پشت دیدم، میخواستم دو مشت آبدار در سر و رویش فرارم تا آدم و آدمگری را به یادش بیارم. اما چنانه که میگویند افتاده را نزنند، برعکس به بالایش خم شده افت و اندام شیطان مانند و با ریش ژولیده پس خیرساسا ناشسته، چشمان تنگ خلطه زده صبح سرخی مثل آلوی زردی کرم خوردهش را دیده باز رحمم آمد. با دست چپم او را مثل جانور فربه هراموری که در آن جوی افتاده است از آن تنگنا برداشتم و از ترس دستانش را گرد منهش سپر کرده کوشش میکرد که مشت نخورد. به آن نابکار گفتم: ها میترسی؟ ها صاحب، میترسم. تو میزنی. گفت آن نامرد و با التجا: مرا سرتی صاحب، دریافتم. به ایست جغاز زنان داد میزد آن ظالم. چی گمان میکنی؟ آن صغیره بیچاره در نیافت که تو او را با تیاق چوپانی زدی؟
لعین. گفتم به آن نابکار: به نام الله و حضرت دین پناه قسم که توبه کردم. صاحب گفت آن به ایمان. او را سر دادم، لباسهای افلاسش را شپاند و یک بر رمش نگاه کرده: خطا کردیم. صاحب گفت و با ترس به قفایش نگاه کرده سرلوچ گریختنی شد. کلاهت را بگیر پلید گفته به زمین اشاره کردم. او مثل جنده پشمی که از آتش جین شده باشد خمیده کلاهی بر زمین افتادهش را برداشته به قفا به من نگاه کرده از میدان حرب سر و سیموار فرار کردنی شد. در لبی باره جویبارچه کلویده راست در درون آن افتاد. سر و سیموار لای و کلوخای آن را به چنگالهایش کشیده از جای برخاست و سوی کوتلی که گوسفندها در این بیگاه قریب ناپدید شده بودند دویده رفته در تاریکی از نظرها غیب زد. بعد گم شدن آن ناخلف علم با اظهار منتداری از پشتیبانی دو پنجه‌اش را مثل هندو بچه‌ای که گویا سجده می‌کرده باشد زیر منحش گرفته با آهستگی و احساس خجالت یا قناعتمندی باشد طرف ما آمدن گرفت. ناگاه به زمین خم شده چوب دسته زرنگی خشکی به طرز چوپانی آماده گشته را که با آن گاها 10 مرده حقیقی با خرس و گرگ هم مقابلت نشان می‌دهد و سلاح او حساب می‌شود از زمین برداشت. در حالتی که اشک از چشمانش جاری می‌گشت یک تبسم ساده لوحانه هم کرد. سخی میدان غریب از ترس سلاح اساسیش را هم فراموش کرده بوده است. علم به من نزدیک شده خواست پیش پایم سجده کند. من او را به این عمل اجازت ندادم. بچه بیچاره یک نگاه غم‌آلود بی امدادی به من کرد. برگشت و به سمتی که سخی ناپدید شده بود با دل ناخواهم رفتن گرفت. من اکنون غم خود را فراموش کرده بودم و به این کودک بیکس رحمم آمد. یقین بود که آن بزدل با شته خوردگیش این صغیره نیمجان را به جزا نخواهد ماند. فریاد کردم: علم اینجا بیا. او آمد. دستش از ضرب چوب سخت لت خورده بوده است که آن را در بغل گرفته نیم قد می ایستاد. دست لت خورده است؟ نه صاحب، یک کمی، گفت و دستش را دیدم خیلی دردمند بوده است، اما یقین که نشکسته است، نبرآمده است. گرچند از کردن پشیمان شده باشم هم، اما می دانستم که از راهنما و مصلحتچی نوبتیم چوپان رمه نامعلوم خلاص شدم. به خود اندیشه کردم که سخی لعنتی 10 مردنی و مالبان بوده است. از اون نیکی و مصلحت را هم انتظار شدن ممکن نبود. به این بچه گفتم: علم، تو باز از پس همین خدازده سخی می روی؟ دیگر جای رفتن ندارم صاحب، گفت و از چشمانش اشک 6 قطار ریخت. بیا با ما، گفتم به اختیار به او. با کجا؟ پرسید علم اشک چشمانش را پاک کرده با حسیات کنجکاوی بچگانه. در حقیقت به کجا؟ به این سوال من هم جواب نداشتم، اما برای پاسخ پیدا کردن باز از اسب فرآمدم. این بچه زار و نزار را به آغوش کشیدم، سرش را دستمال کردم. درست میگویی علم، درست میگویی. به کجا؟ واقعا به کجا؟ گفتم خود به خود، اما زود حالت یأس و ناامیدی را رفع کردم و به علم: آشنا، اول تو به سوالهای من جواب میدهی، بعد من به تو میگویم به کجا. اکنون نقل کن که تو از کدام قریه هستی و نزدیکترین دیه کدام است؟ از دیه کلدیش هستم صاحب. گفتم که هیچ کس ندارم. بعد مردن پدرم خانه ما را هم آقسقال و قاضی و امام خطیب دیه کیمچی وقفی گفته از آن خود کردند و مرا به کوچه راندند. تقایم مرا با خودش گرفت، اما ینگم، زنی تقایم صغیره بیروزی سرخور، به شرافت تو پدر و مادرت مردند و خانه سلات شدید. پای تو به هر منزل کسرتی میارد گفته مرا از خانهش زده پیش کرد. تقایم خواست طرفی مرا بگیرد، او را هم قریب از خانه میراند.
با چشمان پرآب شکایت کرد علم. تقایت به چی کار مشغول است؟ پرسیدم از همصحبتی بدبخت. به هیچ چیز. از بس که کلدیش دهه کلان است و بازار هم دارد او در همان جا بارکشی می کند گفت او. با خر و عرابه پرسیدم از او. نه از کجا؟ به پشتش گفت علم. شماها اصلا مردمان کجا هستید؟ نمیدانم. تاجیکان اینجا از دشت جم، قواق، ملیاب کلاب آن طرفی دریا هستند. پدرم تقای من و جوره هایش دایما نام های همین قریه ها را می گرفتند و آنها در یاد من ماندند. دیگرش را نمیدانم از کجا اند. تقای چه خیل آدم است؟ تو می توانی مرا با او شناس کنی؟ البته، اما او یک آدمی نیمکاره بیچاره است. از ینگم قد جانش می ترسد. مثل تو پهلوانی صاحب گفت علم. ناخونش را خاییده به زمین نگاه کرده. من پهلوان باشم هم از ینگت می ترسم گفته خندیدم. به خیرامان اشاره کرده. اما خیرامان تا حال ینگه نشده است. محبوبه من است گفتم من. خواستم کمی فضای غمانگیز را عوض نمایم. علم از این سخنان من چیز فهمید یا نه نمیدانم. از پیقی را زده خندیدن خیرامان حس کردم که جمله آخران به او خیلی معقول افتاده است. باکی نیست. آدم باشد می شود. شناس کن مرا با تقایت گفتم. روز تاریک شده بود. با او گفتم علم شب شد. راه را گم نمی کنیم؟ نه صاحب. قریه آنقدر هم دور نیست. پاسخ داد او. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 17.